درود بینندگان عالی قدر، اینک نمایش نوبتی ما را از دهه آباد و زیبا اسپی ناحیه بوستانلیق ولایت تاشکند پیشکشی شما می نماییم. باد و هوای این کوهپایه ها از شهر اندک تفاوت دارد. فصل بهار دیر می آید و ولی دی زود و بردوام. مردمش مهنت دوست، چاروادار، باغبان و دهقان و زنبور پرورند. آبی زلال چشمه هایش شفا بخش است. طبیعتی بسا زیبا و ناتکراری دارد اسپی. مردم دهه اسپی با چه کار را مشغولند؟ مردم دهه اسپی اساساً با چارواداری، عسل پروری و دهقانی که مشغول. اساسی یک 95% اهالی همین کارو مشغول. باغبانی هم میکنند. همه حاصلات سپوی نغز، میوه نغز همه از قشلاق ما بسیارتر همین شهرها دسترس میشد. مشغولیت اساسی همین خلق ما همین نامبر کردگی اساساً چارواداری، چارو بسیار داریم بیشتر. عسل پروری، عسل طبیعی تازه از همین قشلاق ما میبرید بسیارتر. من خودم در مکتب رقم دهه قشلاق ما مکتب رقم 48 همینجا کار میکنم. من معلم هستید؟ معلم. مکتب با خانه ما نزدیک است. برای همین بعد از مکتب آمدن با خواجگی داری خودم باز مشغول شدم با وقت دارم. مال پروری، عسل پروری، باغ کرده شدیم. من پایان به 70 سوتقه باغ کرده من. هر خیل میوه ها دارند. سیب های، شفتال های، نوک، گیلاس و هکذا. خود همین خیلی منبرین 90% خلق هم قشلاق ما هم خیلی کارگاه مشغولند. با همین ما درآمد منبع درآمد اساسی ما همین است که ما با اومد دسترخوانتون با اون چیزایی که خودتون رسانده همین محصولاتی که ما در ما موجود هر وقتی که مهمانا میآیند ما از هم محصولات خودمون و پیش مهمانا مانده همین ها رو خرسند میکنیم. اساسا از تاشکند مهمانا بسیار میبیاد خانه ما و اینها تم میتیند. حقیقتا شما در جای همین دور زندگان میکنید لیکن محصولاتی طبیعی حقانه شما میخوردید که تم میگیرند. حتی مردم از تاریخ پرقناوتی گذشتگان خود افتخار دارند. ساکنان دهه و عنعنه، عرف و عادت‌های اجدادی زیاده احترام داشته آنها را گرامی می‌دارند. نانپزی در آشتان‌های زمینی عنعنه ملی است. اسپیان هم این عنعنه را پاس می‌دارند. فیروزاپا صبح را یک زن دهات چه خیلی پیشواز می‌گیرد؟ سحری می‌خیزیم، نام می‌پزیم. 5 روز 6 روز به یک بار نام می‌پزیم. 20 تا 25 تا نام می‌پزیم. همه میرسد. اما مغازین ها هم خریم نه. فقط خدا ما آیله ما چون حرکت که می‌پزیم. چند نمود نان می‌پزند در اسپی؟ نانی عادی می‌کنند، چلک نام می‌کنند، فطر نام می‌کنیم، سه خلش می‌دارم. قریب که همه کدبانوهای همین دهه خداوشان نان همون خودمون میپزیم. من که بهار که اومد البته آدمو برابر نان پختن سمبوسه ها از کبودی. سمبوسه ها میکنیم، چشواره میکنیم، قتلمه میکنیم، ورقه میکنیم، بغرسا ها تونیک میکنیم. آدم در کوهپایه که زندگی میکنه طبیعتش هم همین خیلی آب و هواش هم بسیار خوبه. بسیار خوبه نه. دهتون نغز میبینید بسیار تا. دهی بسیار هوای تازه آب صافش نصب می‌کنه. منظره طبیعتشه. بعد از یک ماه تماما اینجا لباسای سبز پوشیده بسیار زیبا می‌شود. بعد یک ماه مای همه جا خوشروی می‌شود. درخت‌ها از خواب می‌خیزد، کبود شده. طبیعت ما عین هم نقص چرایل می‌شود. لاله ها می‌روید، نه پای خلچه، پای چیچکو برومد، از بهار درک می‌گیرد. آلیچه گلی بدم من دخترکی بابام شده چاخرم من چرایزکی بابام. آره، کدبانوهای سرغیرت و با شجاعت سطح زندگیشان را با مهنت حلال پیش میبرند. خب اپا جان الان اینجا این چه جریان؟ این اکنون اطرافش میشویم. این اوکن هر یوم مسکی قشلاق این
اطرافش شسته من خیلی تازه کرده این جرغوتا درونی این به انداخته همچین کوپی جرغوتا انداخته این الکتریکی کوپی همین دور زنانده مسکش برورد اکنون ما اینا حاضر میگیریم مسکش گرم بچه دستم آب گرم میانداخم ده اکنون من اینا میگیرم من اکنون دستم نمیچسبه اگر من او گرم این سرش اگر نمی کردم من دستم میچسبید ما همین بهارها ما همین میکنیم اکنون حاضر قرد بیشتر میشود قرتش سال ثانی تر یک 2 ماه ثانی روغنش بیشتر میشود اینا من میکنیم ایرانش رفت من اکنون من این خیل میکنم فهمیدید من اینا درونش به ایران نمیماند آبش هم نمیماند اکنون اینه با 2 بار آبی صاف میشوییم ایران تاپ تازه میشد و روغن خودش میماند جدایم با مزه میشد با این خوراکم تیار کرده میشود قرطابه میکنیم درون قرطابه هم ما همراه کرده میخوریم اینا از بس که فصل بهار است از سبزه های نورسته گیاه های شفابخش تیار نمودن طعام های سرغذا و خوشمزه به حکم عنعنه در آمده است. نصیب پا مونده نباشد. سلامت باشد بچه‌م. چی پخت سادید؟ ما شلاب اینه سمبوسه میگوییم. ما همین چی میگوییم اوچاغنده کرده استعمال میکنیم. به حد این حاضر فایده‌لی. درنش به چند دختگی شما؟ سومالاخ کته یال پیاز. پولوا سومالاخ پیاز. حاضر اینش ده حاضر اوکین. ما همین مارت اپریل با اینه ما کرده بسیار میخوریم برای اونکه این قوت میشه بعد. همین ده میدونن همه ما میدونیم ما. اگر یگان کی مرکه میشه ما یک دیگر رو میبریم. توی تانتانه هونده. البته. من اگر یک کردگینده 30 تا 25 تا 40 تا میکنم با همسایه ها هم میتیم گرتون خورتم میگیم ما اوقاتوی تنقصه آدم‌ها باید دیگرشان میدین ها البته توی تانتانه هونده دسترخوانشون رو آباد کردن به یاردم میکنند این اساساً همین عرفه نوروز اول بهار البته همین ما تیار میکنیم و یا دیگه ما مهمان میکنیم این اوقات تنسق به میداره ما همسایه ها با یک دیگه ما مهربانیم همین کی خردیم یگمو میتیم غم خوریم همین خیلی سمبوسه ها را چی در آشتان و در روغن همه میپزند ولی طعام نوبتی هم یکی از غذاهای دوست داشته مردم محلی است. خرد و کلان با مراق این خوراک را تناول میکنند. مانده نباشید. سلامت باشید. همین این یک و از همین کوه برآمدگی یک علف شفابخش از این طعام تیار میکنیم برای شفا میشد این طعام ما همه تیار میکنیم حاضر. درون اون به شیر میاندازیم. چقدر میاندازیم؟ انا همین همین خیلی کلان قاشقه نیم لیتر شیر میاندازیم بعد 1 لیتر درون دیگ انداخته بعد میپزیم اینا. به روغن به هیچ میپزیم برای که این شفابخش 7 بار آب میگیرد. این میبینید که یک تلخ میشد یک بعد وای با آب میگیرد شیرین میشه. یک پزیم دختران نبود. شیر انداخته شیر گرم شده میبرد حاضر شیر میجوشد بعد وای میاندازیم اروما انا همین شیر از درون این این اروما میاندازیم بعد همین سوپ خانه و خوراکای سحر کتی برای چای تیار میکنیم اینه بگاهیش کبودک برای همین دولینیا برای شفابخشی همین شور خونه پایان میکنه برای همین خنده بودگی ویشم پس میکنه فایزش پس میکنه برای همین بسیار تر برای جگر هم فایده داره برای جگر جدا هم فایده جگرهای تازه میکنه فیلتر میکنه همین خیلی خودت که شوری در کاره جوش در همین جا این همین شور کرده کوفته است استوده میاندازد
بسیار تیز میپزد. بسیار تیز میپزد. یک 3 دقیقه میپزد. این همه خیلی تیار میکنم. این نازک جاش همینجا. همین نازک جاش همینجا. همین خیلی کوفته نیستد. این یک جای ایستاده وای میشه. کلولک میشد میستاد. من اون یک خویخ ایستاده است حاضر. انا میشد خودش آدم از چشمش میفهمید. من همین حاضر پخته ایستاده است این حاضر. این تیار شد ایستاده است. انا این تیار میشه شد. تیار شد حساب. شد انا همه خیلی تیار میشد این تمام. من این تیار شدن این تمام تیار شد. وقتی تیار شدن انا همین روغن اینم با دست خودم زرد روغنی زرد این خودمو تیار میکنیم. انا همین میاندازیم. انا این به یک تا انا این به یک تا همین روغن قطعی آمیخته کرده میخورن اینا. مردمان کوهپایه ها خصلت های خوبی را صاحبند. خاکسار، حلیم و سخاوت پیشه هر کار را با دعای پیران برنادیل آغاز می کنند. چیش مقبول شما به این دهه؟ آب هوا نه، سلقین، آب تازه، همه ما یادرگ موکت اهیل، مهمان روت جان دلا موکت کتمش میکنیم. اسپایو کدام خوراک ناز میبینن تاومه؟ هر خیل تاوم میکنیم. من سفیدک میکنیم، شیرگروش میکنیم، آش پلاو میکنیم، شوروا میکنیم، منته میکنیم، همه نرسه میکنیم، شوره میکنیم. صحبت‌های اطراف خان نمکین است. عجب روزگاری ناتکراره. با مرور زمان موافق قانون‌های طبیعت پیران روزگار دیده و جوانان از تجربه روزگارشان حکایت می‌کنند. نسل آینده را در روح انسان دوستی و میهن پروری تربیه می نمایند. این قشلاق همین خیلی خوشمنظره که در از 4 طرفشون با کوه پیوسته. انا همین قشلاق خوشمنظره بسیار آدمانی بزرگ شان و شرفدار برآمدگی. یکی از همین انسان ها من همه صاحب خاندان محکمه و امامبای پیسری محکم بابا میشوند. این انسان 30 سال قریب از این زیاد با همین اهل قشلاق دختری کردن. با همین دردهای همین خلق اسپای ملحمه کردن. هر وقت که میشد شبانه میوای، روزانه میوای، که وقتی نشود که همین انسان با همین خلق خدمتشان شدند. 30 سال کار کردن. در کار باشد راه دور با همین وای برفتن مرکز بسیار دور اینجا درونی وای با کوه پا جایگیر شدگی. این کس همین با همین کسل ها ملهم میشدن. شبانه میشد، روزانه میشد، با همین ها هم مثلا دندان هاشون درد کنه ملهم میشدن. دردشون به هر خیل دردشون درمان میشدن. من درباره این خیلی بسیار آدم ها گپ زدنم ممکن. از قشلاق ننای هم بسیار این خلق اسپای از قشلاق ننای اومده به اینجا جایگیر شدگی. اساسا مهنتکش خلق و دوست خلق و قریب 50 سال شدگی که اینجا همین انسان هم رحمتش برفتن خدمت کردگی با همین خلق اسپای آدمانی مهمان دوست یک دیگر رو حرمت میکنند، عزت میکنند. اساسا با چروداری با مهنتکش بسیار خلق همه چیزی که از خودشون میبرند مهنت میکنند، از پشت مهنتشون ثمره میبینند. بغیر از این طعام‌های خوشمزه و شفابخش باز در این محل‌ها از برنج، گندم، ارزن و مکه تلقان تیار میکنند. مانده نباشه دفعه جان؟ سلام مشه. تردد چین؟ تردد تلقان کنی. بیشتر پگاه روز وقت کار اول بهار آدم با فایده داره. حاضر 70 گریف ساده ده. برنج پیش از 70 شما شده آب جوش با ترکه شده. افتاب با تونکه بعد دیگ با میندازیم. بعد با اوغور انداخته با چرمق میکوبیم. من اوکم با اوغور میز انداخیم.
این رو میده میکنیم بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمغز رو انداخته میکوبیم. بعد بعد تر شدنش باید روغن زرد انداخته شرکت استعمال میکنیم با شیر. انداخت. اینجا چقدر برنج به چقدر مغز می اندازد اپا جان؟ مغز بیشتر انداخت شیرین میشه. روغنش بسیار میشه. با وی روغن زرد همراه میکنیم. من سر مغز. سر روغن. به منال استعمال کنم میشد. من تم دارد. اپا جان این کلینتونه؟ کلینتون از کجا؟ از کوکان. از کوکان این کلینتون بهم یاد دادید من اینجا همه زندگی یاد گرفت. تاجیکی هم یاد گرفت. ازبک بود تاجیک شد. چند تا فرزندش هست؟ دوتا. بسیار دوتا دخترک. کلین جان زندگی چه خیل؟ نه میشه. اینجا عادت کردید می چند سال شد اومدگیتون با؟ 4 سال شد. اینجا مردمش چه خیل بوده است؟ نه. نه بوده است می؟ تاجیکی چند وقت یاد گرفتید؟ 1 سالنده. 1 سالنده؟ تاجیکی ازبکی مبینش این خود دشوارم نیسته کلمه ها؟ نیست. سحر بعد چای کته خورید شیرین میشه. بچه ها تیار کرده میتید منم خیلی کته کار کنم؟ تیار که میتیم مخرد. برابر چارواداری، باغبانی و دهقانی صاحب کار گشتن یک آموزگار این طلبی دور است. امروزها از پس مهنت حلالش روزگار آباد، زندگی پرنشاط است. 4 سال پیش آورده کوچتش ما شنوندگی 1000 تا کوچت آورده شنوندگی بودیم. در این 2 سالنده و همین نسبش گم شده رفت، خوش شده رفته. جدا هم مهنتش وزن این چیزه. تا یک سال گذشته ریشه گرفتن تست خوش میرده. بیشتر بسیار آب داده شدن در کار. این خودش داروهاش هست. هم داروهای همش کرده. علفهای همش بیگانه علفهای همش تازه کرده. 1 سال گذشتن سونه بعد وای سونه نقص برداشته میشه. این چیز از کجا گرفته میبیده کار؟ این کوچتای از سمرقند. من اینجا این بسیار وای میکردگی سیجک مونده. سیجک از سیجک انا همه من 1000 تا شنوندگی بودم. من آکن آمده رسید حاضر فروخته راحتش دیدی سودی. در درونی چند سال به همین تجربه صاحب شدید؟ درونی من همین 4 سال به من همین تجربه من همینجا و کبود قیمتش وای. من همین سال است سال آینده من زمین به باز من همین خیلی قدر که میشنونم. درونی 4 سال به 1 متر بالاتر قد میکشده؟ من هر یک من همون بوقم همه 1 سال این حساب میشه. من از همین بالا 1 سال. من همینش 1 سال و پایینش 1 سال. همین سیر و اسرارش کتاب‌های خوانده از اینترنت خوانده یاد گرفتید؟ می چه یاد گرفتید؟ همین کردگی از آدم‌ها پرسیده چه کردن در کار، چی دادن در کار، همش از همین‌ها پرسیده انا همین چیزا وای کردم. امروز انا همین کار که چند کس مشغول؟ همینجا من اویلی همش من همین کارکتی مشغول. من خوردشم من بسته سودی من زمستون برف زیر کرد من آواز کرده بسته استودی. انا همینجا کافته همینجا هست و هم میشنونیم. در دهه اسپی مکتب تعلیم همگانی رقم 48 عرض وجود دارد که 16 نفر آموزگاران و 70 نفر خوانندگان تعلیم و تربیت می‌دهند. در آزمون‌های فنها و اینچنین ورزش بارها غلبه را به دست آوردند. من فخر میکنم که بسیار شاگردان را تیار کردم. همچون یک چند شاگردانم اینستیتوت تربیت جسمانی را ختم کرده حاضر کار کرده استگیشم هست. ارگن با کار کرده استگیشم هست. من فخر میکنم که حاضر مکتب ما در ناحیه بستانلیق از تنیس استول روی میز 60 سال باز یگان تا جمعه ما براش نمیتونه. من ولایت بیام جا گرفته شدم. در درون 55 مکتب ناحیه بستانلیق هست. من ولایت با 800 تا زیادتر 900 تا نزدیک مکتب هست. در این آینده دین جای گرفته شدیم. حاضر 3-4 سال باز
جای دیمد ما ولایت به غیر از این من بوستانلق برفته من از والیبال جای اول گرفت 2 سال دخترانم از این 2 سال پیشتر. در صحن مکتب جماعی اهل اتفاق باغ را بنیاد نمودند. درختان مرزروی و ارچه به باغ حسنی زیبا می بخشد. میوه سیب و ناک و گیلاس هم برابر بهره‌ورند. بهار اصلا از روز 21 مارس یعنی سالشماری هم هجری هم سالشماری خود ما از 21 مارس می آید. عیناً در جایهای ما در جایهای دهه در کوهستان برف بسیار می بارد. برفا آب می شوند. نگاه خیلی که گرمی می شوند. با آمدن گرمی برفا آب می شوند. از همین سبب هم بهار نسبت در جای ما نسبت به شهر 1-2 هفته دیرتر می آید. این باغ قریب که 10 سال شد از نو کردیم. در همان جایی که درختی نو کاریده موندیم. در اینجا درختان سیب موجودند. در وی طرف نوک. خوشبختانه در دیارمان مردمان گوناگون ملت برد و باش دارند. علل خصوص تاجیکان و ازبکان به هم همچنان نزدیکند که با گفت شاعر پی نمی برید که تاجیک و کدامش ازبک. در این گوشه بیشت آسا مردم خوشبخت عمر بسر میبرند. با ترانه نوبتی به برنامه حسن انجام میبخشیم. خدا حافظ. چو خیر منی گندومای از دیدن یار چشمکم محرومای ای خلق جهان یارکی خوش کرده ای منه امروز چرا نصیب ای مردمای امروز چرا نصیب ای مردمای آبم کرده سخت کبابم کرده کبابم کرده پر تابو تابو خانه خرابم کرده زارم کرده وای هلاکم کرده خونی جگرو و چشمی آبم کرده زارم کرده وای هلاکم کرده خونی جگرو و چشمی آبم کرده. کاری کنم